بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. روز جمهوری اسلامیتون مبارک باشه انشالله. در رابطه با این بحث عفاف و حجاب، قانونش، تحسنش، برخورد با تعصب کنندگان و اینها خیلی حرف وجود داره و میشه زد. من یه نکته رو از یه منظری فقط عرض کنم. اون هم بحث دو قطبی شدن جامعه است. یکی از دلایلی که واسه اجرا نشدن این قانون و نه تنها اجرا نشدن این قانون، اجرا نشدن هیچ چیزی، یعنی هیچ کاری نمیشه، هیچ تصمیمی گرفته نمیشه، یک بی‌عملی و بی‌تصمیمی مفرط تو این حوزه. یکی از دلایلی که واسه این میارن اینه که آقا جامعه رو دو قطبی نکنیم، جامعه دو قطبی میشه، شکاف‌های اجتماعی زیاد میشه. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی آیا واقعا این بی‌عملی و این بی‌تصمیمی از بیم دو قطبی شدن جامعه است؟ و آیا همه بی‌تصمیمی هایی که در همه مسائل اجتماعی وجود داره که اصلا انگار اجتماع رها شده و هیچ کس هیچ کاری واسش نمیکنه و هیچ مسئله‌ای واسش مهم نیست، از بیم دو قطبی شدن و دو قطبی بودن و اینجور چیزاست؟ یه مثال من بزنم. بحث سگ‌گردانی. آقا تو بحث سگ‌گردانی شما فکر می‌کنید مثلا از چند صد خانوار ایرانی یکیشون سگ داره. چند تا منطقه تو شمال و غرب تهران، منظورم نیست، کل ایران، خانوار ایرانی، از هر چند صد تا چند هزار تا یکیشون سگ داره. تو این حوزه که لااقل الان بیم دو قطبی بودن و دو قطبی شدن و اینا وجود نداره که. و مسئله هم که فقط مسئله دینی و شرعی و سگ نجسه و اینا که نیست که. مسائل بهداشتی هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل نمیدونم خانوادگی هست، مسائل علمی هست. چرا تو این حوزه هیچ کاری نمیشه؟ یعنی شما الان بچه رو میبری پارک، 20 تا 30 تا 40 تا بچه سنای مختلف دارن بازی میکنن، کیف میکنن، خوشحالن، خانوادهشون با پوشش مختلف از طبقه اجتماعی مختلف نشستن اونجا مراقب بچه‌ها و هیچ مشکلی هم نیست. یه دفعه یه نفر سگشو برمی‌داره میاره میذاره رو تاپ، میذاره رو سرسره، از آبخوری به این آب میده و اصلا فضای اونجا رو به هم میریزه. واسه این موضوع چرا هیچ تصمیمی گرفته نمیشه؟ اینجا که دیگه بیم دو قطبی بودن و دو قطبی شدن اینها نیست که. یا غذا دادن به حیوانات ولگرد، حیوانات خیابانی، این که دیگه اصلا بحث شرعی و دینی و مذهبی و اینها نیست که. آقا یه مسئله علمی ثابت شده ایه، از منظر محیط زیستی این غلطه، این اشتباهه. دارن بچه‌های مردم رو میدرن، حیوانات ولگردی که به خاطر غذا دادن یه سری آدم تعدادشون رفته بالا، ترکیب جمعیتیشون ریخته به هم. یه مناطقی از شهر اینا زیاد شدن. واسه این چرا فکری نمیشه؟ اینجا که مسئله دو قطبی بودن و دو قطبی شدن نیست. چرا رها شده؟ ببینید این مثال ها ثابت میکنه که واقعا دغدغه اینا نیست، یا فقط این نیست، یا همیشه این نیست و همه جا و در همه موضوعات اجتماعی این نیست. ما کلا تو بحث مسائل اجتماعی به یک بی‌عملی و بی‌تصمیمی مفرط دچاریم که تا وقتی این مسئله بحران نشه کسی بهش فکر نمیکنه. بحران هم که شد، راه حل مشخصه. قشر مذهبی، قشر متدین، قشر انقلابی،